سلام، به روز 11 شکرگزاری خوش اومدیم. بچه امروز میخوام یه تقلب بهتون برسونم که روز جادویی خودتو بسازی. اونم اینه که روزتو با شکرگزاری شروع کنی. اگه ذهن شما روی شکرگزاری تمرکز کنه دیگه جایی برای افکار منفی و مضر وجود نداره. مهم نیست صبح که خواب بیدار میشی چقدر خوابالویی یا باید حتما بدو بری سر کار یا تو تعطیلاتتی. فقط بلافاصله که بیدار شدی شروع به شکرگزاری کن. هر چیزی که داری اطرافت میبینی، لمس میکنی یا باش سر و کار داری شکرگزاری کن. مثلا ازت میپرسم آیا آب تمیز در دسترس داری؟ آیا لباس برای پوشیدن داری؟ آیا کفش برای پوشیدن داری؟ اصلا آیا راحت داری نفس میکشی؟ آیا راحت داری میبینی؟ راحت گوش میدی؟ و غیره. خودت یادآوری کن و شکرگزاری کن. از موقعی که چشماتو باز میکنی تا آماده بشی کامل لطفاً بگو خدایا شکرت. به امید خدا.